چطور میتونیم از نظر ذهنی قوی باشیم؟ گزینه‌هایی که برای داشتن یک ذهن قوی باید در نظر بگیری. از همه توقع نداشته باش، چون قرار نیست همه تو را درک کنند. و بپذیر زندگی همیشه عادلانه نیست، ولی تو میتونی قوی بمونی و به خاطر اهدافت ادامه بدی. برای عشق، برای توجه التماس نکن، چون ارزش واقعی نیاز به التماس نداره. احساساتت را کنترل کن و اجازه نده هر احساس تصمیم زندگی تو را بگیره. هر چیزی را به خودت نگی. بعضی رفتارها، بعضی گفتارها انعکاس حال دیگران است، نه ارزش تو. از افراد سمی، از افراد منفی فاصله بگیر. آرامش ذهن بهتر از نگه داشتن خیلی آدم هاست. روی راه حل تمرکز کن، نه روی مشکل. ذهن قوی همیشه دنبال راه خروجی است. مهمتر از همه به خودت باور داشته باش، چون هیچ کس تو نیست.